Okay guys, let's roll. یه روز معمولی تصمیم گرفتم برم یه مغازه معروف با اسم عجیب بس پرو شاپس، ولی الان میفهمم که دارم وارد یه دنیای متفاوت میشم. یه مغازه که به نظر میرسید فقط یه فروشگاهه، ولی پشتش یه دنیا قصه بود. داستان از اون جایی شروع میشه که یه آقای ماهیگیر به اسم جانی موریس سال 1972 از یه جای نقلی یه گوشه 8 متری توی پمپ بنزین پدرش به اسم براون دربی توی شهر اسپرینگفیلد میزوری با فروش یه مشت قلاب ماهیگیری شروع کرد. جانی از بچگی همراه پدرش تو جنگل ها و دریاچه های میزوری شکار و ماهیگیری می رفت و عشق طبیعت تو وجودش جا گرفته بود. باور دارین فقط با یه قلاب شروع کرد، ولی حالا بس پرو شده امپراتوری با نزدیک 200 شعبه تو آمریکای شمالی، با بازدید کننده هایی که سالانه برندش بیش از 200 میلیون بازدید داره. یه جایی که حتی اگه هیچ وقت ماهی و شکار نری باز دلت میخواد بری ببینیش. همون اول که وارد شدم همه جا پر شده بود از حیوان، خروس و گوزن و خرس و گوزن و پرنده. اولش گفتم واقعی‌اند؟ راستش نمیدونم تاکسیدرمی شده بودن یا الکی بودن. اگه الکی بودن پس خیلی طبیعی ساخته شدن و خیلی هنر داشتن تو شبیه سازی. اما خیلی دلم میخواست یکیشون پلک بزنه و بهم بگه عزیزم یک کم با ادب‌تر نگاه کن، ما فقط مجسمه ایم. اما خب یه غمی هم ته دلشون بود، یه جور غم قدیمی. نمیدونم چرا ولی حس کردم. یه قسمت دیگه هم بود پر از تفنگ‌های شکاری. راستش من اصلا بلد نیستم تیر در کنم، فقط یه عکس گرفتم و قهرمان بازی در آوردم. بیشتر از قهرمان شبیه اون آدمایی بودم که فقط تماشا میکنه. یه لحظه فکر کردم شاید باید برم فیلم وسترن بازی کنم، ولی خب من حتی فرق ماشه رو با دکمه هم نمیدونم. پس فقط یه عکس گرفتم و برگشتم به دنیای امن خودم. بعد رسیدم به قسمت قایق‌هایی که بیشتر شبیه رویا بودن تا وسیله. قایق‌هایی که یه جور خاصی برق می‌زدن. یه لحظه گفتم افرا اگه روی اینا قایق سواری کنم صدای آبی دور، کوه نور، شایدم فقط بشینم و غروب آفتاب رو تماشا کنم. ولی خب همونطور که نگاشون میکردم با خودم گفتم شاید لازم نیست همه رویاها رو خرید. بعضی چیزا رو فقط باید دید، حس کرد، توی دل نگه داشت. گاهی وقتا دیدن یه رویا خودش قشنگتر از داشتنشه. بیشتر که رفتم جلو دیدم یه بخش پر از عینک‌های آفتابیه. رفتم عینک آفتابی ها رو امتحان کردم. یه عکس یادگاری با یه نسخه از خودم که میشد ستاره باشه.
البته جانی موریس فقط یه فروشنده نبود، یه مدافع بزرگ طبیعت بود، یه جور مثل تدی روزولت امروزی تو آمریکا. از همون روز اول براش مهم بود که آدم‌ها از طبیعت لذت ببرن ولی بهش آسیب نزنن. برای همین وارد کلی پروژه شد، کمک به حفاظت از حیات وحش، حمایت از دریاچه ها و رودخونه ها، حتی ساخت مدرسه ها و برنامه های آموزشی برای بچه ها و خانواده ها که همه یاد بگیرن طبیعت فقط یه تفریح نیست، یه دوسته، یه میراثه. انقدر عشق و احترام به طبیعت داشت که بهش میگن The Walt Disney of the Outdoors، والت دیسنی طبیعت. نه اون والت دیسنی که میکی ماوسو ساخت، نه دیسنی که قصه هاش با خرس و گوزن و قایق و ماهی زنده است. برای همینم وقتی توی بس پرو راه میری انگار داری توی یه دنیای خیالی قدم میزنی، دنیایی که قراره حفظ بشه، بمونه و قصهش ادامه پیدا کنه. آخرش چی شد؟ من نه قایق خریدم، نه تفنگ، نه حتی عینک. فقط رفتم، گشتم و پر شدم از قصه و حس. قصه هایی که نمیتونی بخری، قصه هایی که فقط با نگاه کردن و رفتن به دنیاهای جدید به دست میان. من افرا هستم، یکی که نگاه میکنه، حس میکنه، قصه میسازه و راهشو ادامه میده. خب اگه از این قصه خوشتون اومد یادتون نره لایک کنید که من بدونم دوست داشتین و اگه دوست داریم با هم بچرخیم و قصه بگیم پس سابسکرایب کنین که جا نمونین. منم همچنان لوکن رول میکنم با شما.